سلام دوستان، ما در دم پچت نصیب باشد از دم پچت، یعنی که از همین 24 اتاجه، یعنی که دم دوشنبه پلازا، از همینجا نصیب باشد طرفی маршруткаи ду меравад, тарафи танка меравем. барои он ба шумо тамошои хуб орзу дорад. якум биное ки мо дидем палатаи хисоби Чумхурии Точикистон буд ва ин биное ки аз даврои советӣ истодааст хеле зебост, хеле нақшҳои миллии тоҷикӣ дар инҷо расонед карда шудааст. این بینای سفینه، تلویزیونی سفینه. اون درباره این ما با چی داریم؟ گلدسته، نقطه فروش گل ها و انا اون بینای دوشنبه پلازا به فکرم همین خیلی نام کرده شده است. و این ایستگاه سفینه نیفتاده بخورم. سحر اولی ساعت 5 یا 10 تکم هست. همه بس قفای ریسک و روزی و درس و مکتب رفته ایستاده. این را بینید، این هم از دوره سوویتی ایستاده است. و این بینای سفینه تلویزیونی سفینه. اون طرف سلابیانسکی یونیورسیته می روید. محوظ از طرفی اپرا و بالت اومدم و اینک در چهارراهی دم پچت حضور دارم. نه همین بینای 24 اتاژه‌ای که یکمین در دوشنبه با فکرم 24 اتاژه بلندشون ساخته بودم. آفرین، خیلی زیباست. از پیش نصیب باشد با جدا یک نواری دیگر میکنم. اینک ما راهی ما این طرف. انا اون پایتخت 80 دمی زیبا بود اما این با زیباتر شد. آفرین، نگاه کنم دوشنبه پلازا. اما از قفای ریسک و روزی رفته ایستاده. اینک دوستان ما اینجا 15 پاییزه. همه از قفای ریسک و روزی نگاه کنم. خیلی و من هم از قفای ریسک و روزی هم رفته ایستاده. و همون چیزا نمیخواستم که انا اون پایتخت 80 بینا این چهارراهی دم پچت سفینه از قفای روزی یکی با مکتب، یکی با کار، یکی با زودروز، یکی با مرد. تلویزیون ساختن اینجا بخیر برای رکلام خیلی خوب است. انا اونجا ماریو کاروش گروزینسکی رستوران بود از دوستان. اینک فوتو اتلیه است، روشنای فوتو نان خلب. اوه از دورای سوویتی میشد است. نان خلب باور کنید من نمیدونم صنفی 4 یا 5 بودم همینجا خلب خرید آمده بودم با سالهای خیلی جنگ. این بینای گفتیم که پایتخت 80 سینو دسینگ. سینو دزینگ بوده. ایتالگو. آفرین، خواهوه مغازه داشته است. دیده دوستان اینک ما این طرف مغازه در بیناهای سوویتی ساخته. بومزه، اینجا بومزه بوده است. اینجا آشخانه ملی نام ندارد ولی یک بار نشستم.
میوه و سبزوار آفرین قنادی کاندیترسکایا او دیگه فکرم شکلات نه این رو ما باید نوار نگیریم و درش میرویم ببینیم این بینوی سیتاره که از دوره پاکستانی ما مونده یک با گفته خدا کنش نه یکم بینوی زیبا بود و فکرم در دوشنبه و خیلی با این رو تماشا میامدیم دوره مکتبی همون و اینا بینید نه اینم نوار نمیگیرم دوستان من از اینها پرهیزم دارم پرهیزم نمید دست نمیدم من دوستان بینای سیتاره در دم پچات تریدینگ سنتر مرکز سودای سیتاره شکلات میسازه لباسای مارو و زیگانه طور میتونه چیپتا بخره اینجا خیلی ساختمان های زیاد رفته ایستادن طولی 3-4 سال در اینجا 4-5 بیناهای بلند آشیانه سپاریده و به فعالیت داده شده اینک این بینای نو رو نصیب باشد به فکرم همین سال یا که سال آینده با مسپارد امیدوارم باز میگویم دوستان عزیز که بعد از 3-4 سال دوبای دن بوده مسئله ای یعنی که نمود اکثرا چنین دوبای ممکن نبرویم ولی دوداری دوبای خواهیم شد شاه پلاس این هم فیرمای ساختمانی همین بنا بتوند آمده خریداری نماید اگر مبلغ بشود خیلی امیدوارم و دعا گویم که همه اتان صاحب مال پول و برکت باشد که همه چی را خریداری نماید نگاه کنید بینای بلند آشیانه نمیدونم با فکرم 20-22 اتاج است بانک از خطا دومای سوویتی ایستاده هوا امروز خیلی سرکتی تاریک بود ابر بود و کم باران هم زده ایستاده بود ولی توکل با الله بر اومدم و با اینسا اومدم مخصوص برای شما دوستان عزیز جای فعالیتی من ساعت 9:00 کار را سر میکند من خواستم که 1 ساعت پیش برایم و این نوار رو برای شما ثبت کنم پلانتا لانچ کافه همه لانچ شده ما لانچ چون میکنیم برو تو کافه بگو لانچ ناموی انگلیسی ناموی خارجی چرا زبانی ملی زبانی دولتی تاجیکی است و زبانی تاجیکی رو اولا بینویسیم خیلی بعد محل از زیر آن زبانی تاجیکی خیلی خیتایی می نویسی انگلیسی می نویسی مرحمه اینه تماجی بینای تماجی اون طرف ما کمیته امنیت دولتی داریم و اینجا تماجی چی میگن با تاجیکی های باید باشیم ما می نویسم در تاجیک این نوار اینه بینید این چهارراهی ما اینجا خواندن نمیتونم کم نمیتونم خیلی عذری زد این چهارراه این طرف ما از چهارراهی سفینه آمدیم و بعد چهارراهی یعنی که های بینای تماجی بود اینم بینای خیلی زیبا خیلی با من از اول معقول بود اون طرف میرویم طرفی نمیدونم با فکر من طرفی دانشگاه تکنیکی توکیستان این طرف ما اکو با فکرم این طرف ببریم این طرف خوبتر است همین کوچه رو تا آخر میرویم و بعدا یکون جای دیگه تاب میخوریم اینجا بینید مرکزی سودای دوشنبه خیلی نموده اینه ماتریس کشونای حسن بوده است اینش چی؟ ایمان اینترنشنال در تک بانکی ایمان اینترنشنال تشکیلاتی امانتی قرضی خورد آفرین اینجا بچه ها بینید چه خدمت رسونی کرده میتواند و این طرف گفتیم تماجی همین عیب اندر آمده عذر زیاد دوستان
یعنی خشتو با تاجیکی گفتنم میتونم این کوچه بخورو 25 دوم خیلی زیبا بوده است. در تگ این نگاه کنید منان کرده های منان قالین های ابریشم خیلی ساس دیفات این چی بوده؟ ژنسکی обувь آفرین کامفورت اون طرف خیلی بینای خیلی بایم زیبا کامفورت آفرین بینای خیلی زیبا نگاه کنید درشت چقدر زیبا برای ما کرده باشه برای مشتریان انا یادگیر مرکز آموزشی مواده که دومی کامفورت گفته نمیتوانم ولی نمیدونم فیرمای کامفورت ولی خیلی دومی زیبا و بلند آشینه و بخشمده است. این کوچه بخورو 23 بوده است. این را چه خونه؟ مکسیکای این از کتکا شدگی 80% واه مستان این هم بینوی خیلی زیبا بوده است. آفرین بخورو 23 جبوا آفرین اینا گفتیم که بینوی کامفورت عده او ماشینو رو بینید ماشینای خارجی هم بود است مردم هم داشتیند بچه ندارم نگیتون ماشین میخریتون ندارم نگی او کجلاک آفرین مالادیس این بینای کامفورت بود ارچه رایموندو نگاه کنید رایموندو ایتالیا این در بینای نمیدونم رنزو رینالدی میلانو نومو رو دیدید ایتالیانو پرفکتو گفتی کپو بلوچی خاندم بگرفت ولی افسوس که خاندیدن بلند جایز نیست. این بینای کامفورت بود. اون طرف ما راه وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت در اون طرف داریم و این طرف رو نمیدونم چیست اون گسین سیدیار و این طرف ما راهی اون طرف اگر رویم راهی تنگ می شود و در همین جا با شما خداحافظی میکنم. با شما موفقیت سربلندی خدا نگهبانی شما باشد. ما از اون طرف از سفینه تلویزیونی سفینه آمدیم. خداحافظ.